اومده است کسی که در آتش می سوزد اینم شهید می شود. و دیگر پیامبر گفتند کسی که زیر یک بنا میماند، یک بگیم دیوال است چیزی باشد در بالای آدم وقتی چپه می شود، اینم گفتند شهید است. یا کسی که در راه الله کشته می شود، آدمی که برای خاطر دینش، برای خاطر شریعتش وقتی در مقابل دشمن می براید وقتی کشته می شود، اینم شهید است. پیامبر گفت کسی از کسل دق نفس اسب میگیم از این مثال دنیا میگذرد شهید میمیرد. کدام مادری که در حالت فرزند زاییدن از دنیا میگذرد اینم شهید میگذرد. انا اینا شهیدند. ولی کسی در صدمه دچار میشود، مقصد اینها را شهیدم که نباشند، لیکن انشاءالله درجه مؤمنی میبرین کو، درجه مسلمانی میبرین کو. اگر غریب باشین انشاءالله شهید شما. الله مهربان حفظتان کنه. خدا هیچ وقت در این آفت‌ها و در این مصیبت‌ها شما دچار نشوید. سوال دیگر، در نماز جماعت وقتی آمدیم که رکعت آخر در اتحیات هستند، آیا نیت کنیم یا نه؟ یعنی وقتی می‌بینیم که در نماز که مردم در آخران رکعت نشستگی و تشهد می‌خوانند، یعنی التحیات لله و الصلوات و الطیبات همین را می‌خوانند. در همین حالت که آمدین، اگر نماز چی 2 رکعته باشد یا چی 4 رکعته باشد چی 3 رکعته باشد، شما برابری آمدن، همون آمدن تو خودش نیت های. شرط نیست بگی نیت کردم بگذارم 3 رکعت فرض نماز شام روی آوردم به قبل دیگه. همین آمدی الله اکبر تا بگو، دستات تا همین نرمیای گوشت بردارو، دستا همه انگشتا طرف قبله و الله اکبر بگو، راست برا بشی. زیرا اطاعت امام در مذهب خودمان واجبه. نشستی تشهد بخوان، تحیات بخوان، دروداش هم بخوان. وقتی که اونا سلام دادن تو سلام نتی، ایجاد بخیز، چند رکعته که باشد همون نیتی کردگی خودش الکی قبوله. دیگر همون فاتحه را میخوانی، اول همون سبحانک اللهم را بخوان، بعد سوره فاتحه را بخوان، زمین سوره را بکن، دیگر همون ترتیب نماز رفتن بگیر. نیتش ضرورت ندارد، الله اکبر بگو بس. خب اینجا در سوال دیگر آمده است، طرز نماز حاجت را بیان کنید. یک نمازی هست برادرای است به نام نماز حاجت. آیا همین نماز حاجت انا چگونه خوانده می شود؟ بازی در دست من انا سنن ابن ماجه است. در همین سنن ابن ماجه خب میبینیم میگه باب ما جاء فی صلات الحاجه، یک باب دارد همین سنن ابن ماجه به نام صلات حاجت، نماز حاجت. اینجا دخیل که دیگر همه این راوی را من از سوید ابن سعید آمدگی تا دیگر از پیامبر میگه من کانت له حاجت الی الله او الی احد من خلقی. اگر میگه شما حاجت داشته باشین به سوی الله یا حاجت داشته باشین به سوی یکی از بنده‌های خدا، یا حاجت میبراید یا ضرورت میبراید، چوکان در کن فلیتوضا ولیصلی رکعتین، طهارت کن، میگه 2 رکعت نمازی حاجت بخوان. ثم یقول بعد از اون وقتی که بود کردی نماز که بود کردی 2 رکعت، 2 رکعت نماز نافله، نگیم 2 رکعت سنت بامداد بگیم، فقط همون نیت کردم میگذارم 2 رکعت نماز حاجت، روی آوردم به قبله، مثلا قبله به جهت کعبه، الله اکبر، بعد از اون 2 رکعت میخوانی. رنگ همین نمازهای گفتم که سنت میخوانیش. بعد از اون که بود کردی بعد میگه همین دعا را بخوان، لا اله الا الله الحلیم الکریم، سبحان الله رب العرش العظیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم انی اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، أسألك ألا تدع لي
ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها لي ثم يسأل الله من امر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدره. این دعا را که خواندن، بعد همین دعا را خواندن برادرها و خواهرای عزیز، همون چی مقصدی که داشتین، همون چی نیتی که داشتین، چی حاجتی که بود، حاجت فرزند بود، حاجت مقصد یگان مبلغ بود، حاجت یگان خانه بود، حاجت یگان آشتی کردن بود، حاجت یگان سفر کردن بود، بعد از اون دعا را کردی، بعد همه را از الله مهربان بخوا. انشاءالله خدای مهربان طریق نمازش پیامبرمون به ما تعلیم داد، خدا خواهد ثواب میگیریم. اینجا در گفته است که بابای حاجی نامهای الله چند تا هستند؟ نامهای الله مهربان چند تا هستند؟ در اینجا حدیثی هست جناب بخاری و مسلم میارد، میگه این لله 99 اسما، از برای الله مهربان 100 الا واحده، از برای الله مهربان 99 نام است. من احصاها دخل الجنه انه ویتر یحب الویتر. برادرای عزیز، میگه هر کسی که همین 99 نام از یاد کند او داخل جنت میشود. شما در اذکار صبح یعنی ذکرهای سحر در همین ها را اگر از خود کنید بهترین میشه. ببینید در بسیاری از کتاب ها هست، شما از اینترنت هم میتونید نویسین نام های خداوند، خودش میبراید. همین را نویسین. ببین من حاضر برای شما میخوانم. هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحفيظ. این خیلی آمده برادر عزیز، همینجا 99 نام از نامهای الله هست. شما هر سحر باید این را خوانین. اگر حفظ کنین، پیامبر میگه کسی حفظش کند او داخلی جنت میشود. من در اینجا صحبت من برادران عزیز قطع میکنم، زیرا که گفتم که در ابتدا که تا توانایی من تا چقدری که قوتی که دارم من برای شما صحبت میکنم. مادامی که در خودم خستگی را احساس کردم زین لحاظ صحبت قطع میکنم و انشاءالله باز در روزهای نزدیک سوالهای باقی که در پیشم دارم من برای شما انشاءالله جواب میگردانم.